کانال پرویز تیوی روز 15 اکتبر سال 2023 شکل پرتر ویدیو الاتکوب کارمند میلیسیا در جمعه بازار نویه مشچو را نشر کرد. در نوار دیده می شود که فروشنده ها به کمک کارمند بدیا که در کنار راه در روی زمین به پشت افتیده شتافته او را از زمین میخیزونند و به پا راست میکنند. در ویدیو در قسمت چکه و اطراف چشم چپ کارمند بدیا جراحت دیده می شود که ظاهرا اثرات جنگ او با حملگران ناشناس است. در حالی که مردم کارمند بدیا را به پای راست میکنند، او از همه خواهش داشت که از پس ماشین حملگران رفته آنها را دستگیر کنند. در پی این صدای باشست از جایش به حرکت کردن یک ماشین به گوش می رسد و شاهدان به راننده مشورت می دهند که از پس مرسدس سیچکه برانند. پرویز تیوی همچنین خبر داده است که حملگران الکی معین و دستگیر شدند و تفتیش این قضیه ادامه دارد. کانال پرویز تیوی قبلا با نشر یک ویدیو کوتاه خبر داد که روز 13 اکتبر سال 2023 در جمعه بازار که در بین دیههای سامانیان و زرفشان نویه مشچو عمل می کند، شخصان نامعلوم کارمند بدیا را لطوکوب کردند. تفصیلات دیگر حادثه دسترس نیست. سبب لطوکوب کارمند بدیا نیز گفته نشده است. مقامات این قضیه را تا حال شرح ندادند. در تاجیکستان موردهای با کارمندان میلیسا مخصوصا با کارمندان بدیا که به پورگیری نام برآوردند توی من کردن شهروندان زیاد مشاهده می شود، ولی حالتهای به کارمند بدیا دست به گریبان شدن ساکنان خیلی کم رخ می دهد. ماده 328 کودکس جنایتی تاجیکستان برای استفاده زوراوری نسبت به نماینده دولت خصوصا هنگام اجرای وظیفه های خود قرار داشتنش همچون جزا تا 5 سال زندان پیش بینی می کند.